سلام، من مریم هستم. آشپزخونه من خوش اومدید. امروز قراره کنار همدیگه یه غذای اصیل شمالی درست کنیم. اسم اونم هست ترش تره. غذای گیلانی هستش. حالا با همدیگه میریم جلو که ببینیم قرار چه مناظری برای این غذا استفاده کنیم. برای این غذای اصیل خوشمزه گیلانی ما به سبزی تازه، معطر و خوشبو نیاز داریم. اسفناج 1 کیلو، تره، جعفری، گشنیز، نعنا، هر کدوم 150 گرم ما استفاده میکنیم. 4 قاشق برنج، من برنج رو از قبل آبکش کردم. 6 حبه سیر استفاده میکنیم. تخم مرغ 4 عدد. نمک، زردچوبه، نصف قاشق چایخوری. لیمو به مقدار لازم، من 4 تا استفاده کردم. نمک 3 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 2 قاشق چایخوری استفاده کردم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که سیرا رو باید رنده کنیم. من 5 تا از سیرا رو جدا کردم، برای سبزی رنده میکنم. 2 تا از سیرا رو گذاشتم کنار که اونا برای تخم مرغ قراره استفاده کنم. گاز رو روشن میکنیم، توبه رو گرم کنیم که سیرا رو تفت بدیم. روغن هم میریزیم. بعد از اینکه تابه گرم شد، سیر رو ما بهش اضافه میکنیم. سیر رو در حد 1-2 دقیقه تفت بدیم، چون سیر زود میسوزه. مراقب باشید که سیر به اون حدی که میخواستم رسید. حالا سبزی رو بهش اضافه میکنیم. سبزی رو من ریز خورد کردم به خاطر اینکه دیگه نخوام بعد از اینکه سرخ شد بکوبم سبزی رو. نمک و فلفل سیاه هم به سبزی اضافه میکنیم. سبزی رو زیاد هم نذارید به خاطر اینکه له میشه. در حدی که تفت میدیم مواد با هم میکس میشه کافیه و بذارید خودش دیگه پخته شه. سبزی به اون مرحله‌ای که می‌خواستیم رسیده. الان باید اون 4 قاشقی رو که آبکش کرده بودیم رو ما به سبزی اضافه کنیم. برای ترش تره باید آرد برنج استفاده بشه، اما من چون آرد برنج نداشتم خود برنج رو جایگزین این کردم. الان مواد به اندازه‌ای که باید باشه با هم دیگه میکس شده. ما توی گمج می‌ریزیم سبزی و برنج رو. برنجای ترکیه چون که یه مقدار دونه درشت هستم، من یه مقدار این سبزی و برنج رو میکوبم. آب جوش رو اضافه میکنیم. 2 لیوان آب رو از قبل من جوش کردم. اضافه میکنیم به گمجمون و اون رو انتقال میدیم روی اجاق گاز. فقط مراقب باشید اول درجه شعله رو خیلی کم کنید و بعد به اون دمایی که باید برسه رسید. شما میتونید حالا شعله رو یه مقدار اگر نیاز هستش بیشتر کنید. گمج رو میذاریم روی گاز، حرارتش رو خیلی کم میکنیم. من روی 3 گذاشتم. تو این فاصله که آب خورشمون تبخیر میشه، من لیموها رو آبشون رو میگیرم تا به غذا اضافه بکنیم. من لیموها رو آب گرفتم. الان منتظرم که آب خورشمون یکم
تبخیش آب لیمو رو بهش اضافه کنم. شماهایی که توی ایران هستید برای این غذا حتما از آب قوره یا آب نارنج میتونید استفاده کنید. توی طعم غذا خیلی تاثیر داره و پیشنهاد میکنم کسایی هم که شمالی نیستن حتما برای یه بارم شده این غذا رو امتحان کنن. آب لیمو رو به غذا اضافه میکنیم. حالا تو حرارت ملایم میذاریم که غذا آروم آروم پخته شه. شمالیا برای این سرو غذا از اشپل، ماهی شور، ماهی لوایی استفاده میکنم. من هر ستا رو داشتم ولی ترجیحاً از اشپل استفاده کردم. شاید براتون سوال پیش بیاد که اشپل چیه؟ اشپل همون خابیه که به زبون شمالی گیلانی بهش میگن اشپل. توی فاصله میریم سراغ تخم مرغ که تخم مرغمون رو آماده کنیم. ما تاوه رو میذاریم که یه مقدار گرم شه. روغن رو بهش اضافه میکنیم. سیر رو به روغن اضافه میکنیم. یه مقدار که تفت خورد نمک و زردچوبه رو هم اضافه میکنیم. نمک و زردچوبه رو هم اضافه میکنیم. تخم مرغ هم بهش اضافه میکنیم. تخم مرغ فقط زیاد هم نزنیم. تو این مرحله تخم مرغمون رو به این غذای خوشمزه‌مون اضافه میکنیم. غذای ما تا 10 دقیقه دیگه آماده است. غذا آماده شده. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای برنامه منو همراهی کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما منو به دوستاتون معرفی کنید و حتما این غذا رو یک بار هم که شده امتحان کنید. من خودم شمالی نبودم اما این غذا رو بار اول که خوردم حسابی عاشق شدم. مطمئنم شما هم عاشق این غذا میشید. خیلی دوستتون دارم. فراموشتون نشه حمایت کنید. ممنون.